سلام. مقامات ولایت ننگرهار گفتند در حمله طالبان مسلح بر ولسوالی‌های شیرزاد و حصارک 20 سرباز امنیتی شهید و 15 تن مجروح شده‌اند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید دشمن با فرمایش پنجاب تلاش دارد اردوی افغانستان را از بین ببرد، اما ناکام خواهند ماند و افزوده است نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از خاک کشور را در نبود نیروهای خارجی نیز دارد. 4 فروند هواپیمای نظامی سوپر تکانو تازه از سوی آمریکا به نیروهای هوایی افغانستان سپرده شد. ژنرال دیدریک در مراسم تسلیم دهی هواپیما گفت کمک‌های آمریکا با نیروهای هوایی افغانستان ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به لوی سارنوالی و اداره امنیت ملی دستور داده تا قضیه تجاوز جنسی گروهی بر یک دختر در ولایت بلخ را بررسی کنند. و وزارت زراعت و مالداری میگوید امسال حاصلات انار در ولایت فرا به 150,000 تن رسیده است. بر بنیاد معلومات این وزارت حاصلات خرمای فرا نیز امسال به 2000 کیلو خواهد رسید.